خویش و تباران شهریمان به خانه آمدند. مادرم زیر درخت سیب سفره انداخت. خویش بچه های شهری که لباس های زیبا و آلفته داشتند من و دادرم را با نقل های راست و دروغشان سرگرم می ساختند. ما با دهانی واز مثل جادو شده ها هر یک حرف آنها را گوش می دادیم. دادرم از من 2 سال خورد بود، ولی خیلی با قوت، دست و پایش چندیر. میمون ها خوراک را خوردن و یکی پدرم جانب دادرم گفت کنی بچه داداش خیز اکنون. دادرم از جای عقابوار بلند شد. خویش بچه های شهری خود را به آچه هایشان جوستر کردند. یکی بر دروغ چشمش را مالیش داد که گویا خوابش آمده. دومی شکمش را قپید گویا زردالو خورده است و شکمش درد بکند. دلشان مثل دلی من تپیش داشت، زیرا ممکن بود پدرم هر لحظه یکی از ما را به میدان گوشتی دعوت کند. نهایت خاطر مهمان ها بلندی کرد و چوب به سر من بیچاره لاغر شکست. از جای برخاستم، اما نگاه امداد خواهم جانب مادرم بود. از دستی او هم چیزی نمی آمد، فقط چشمان برهم و گناه آلودش را با لبخند دردناکش می پوشید، زیرا مادرم می دانست که دادرم مرا در گوشتی می زند و اینک با دادرم روبروی همیم. دست و پایم می لرزد. از هر سو صداها بلند می شود. ها رضا، از پایش گیر، به گردنش دست انداز، بردار. و گوشتی آغاز می شود. میان این سر و صداها تنها یک صدای شفقت انگیز و برهم یادم مانده است. صدای مادرم. رضا بچم آهسته تر اکد می شود، نزن، عیب است، ایزا می کشد. این صدا آخرین مدار را از من می گیرد و دادرم با تمام قوت پشت مرا به زمین می زند. انا بچه من، انا پهلوان من، می گوید پدرم و جانب من رو می آرد. ای شرمنده ای. صدای پدرم مرا می کشد. خجالت زده و شرمسار مثل تیر جانب باغ می دوم و فغان می کشم. همه بیزار کردید. هیچ کس مرا ناز نمی بیند، دوست نمی دارد. من خودم را می کشم. در جواب همه به حال من می خندند. علمم زیادتر می شود. در کنج باغ درخت زردالوی را انتخاب می کنم. با بلندترین شاخه‌اش بالا می شوم تا آنجایی که ببینم که از پسم کی می آید، کی مرا می کوبد. آخر شب تاریک است. نخست مادرم، بعد پدرم و باقی اهل خاندان پی یافتن من از جای بلند می شوند. یک لحظه روح و مدارم باز می گردد. از شکنجه دادن آنها خوشحال می شوم. بگذار زیق شوم، جستجویم کنند. پدر و مادرم باغ پایانی می روند. اپا و اکه هایم از خانه همسایه و عاقل و کهدان دیدن می کنند. پدر همه جای دیدیم نیست، می گوید برادر بزرگم سیفالدین. نوای مادرم بلند می شود. ای خدای من، این بچه خودش را به دریا برد، شرمنده شدیم. پدرم هم خواطر می شود و به اکه هایم امر می کند که لب دریا را ببینند و خودش مادرم را تسلی می دهد که در همین نزدیکی بودگی است و خودشان به نزد مهمان ها بر می گردند. چند دقیقه نگذشته آدم و عالم را فراموش کردم، ولی ناگاه شیپ شیپ صدای پای مرا به خود آورد. به پایان نگاه کردم. چشمانی به تاریکی عادت کردم. قهرمان میدان دادرم رضا را شناخت. او از درخت دورتر روی سبزه ها نشست و من فقفق گریهش را شنیدم. دادرم گریه میکرد و من از این حالت کیف کردم، لذت بردم. انا همین خیل سخته سخته میکاوی مرا از دل گذراندم. من شدت گریه دادرم بلندتر شد و او دیگر خود را اداره کردن نتوانست و گفت ای خدا جان، الهی زیا یافت شود.
من توبه کردم خدا، دیگر در گشتی نمیزنم. من فقط خودم رو میغلطانم. اکم نکش خدا جان، اکم نکش. دلم از این حرفایش ویران می شود. چشمانم سوزش می کنند و من هم غیر اختیار گریه می کنم. زردالی رو می گیرم و به سر دادرم می زنم و می گویم ریزا، من در اینجا، من در بالایم. دادرم با شنیدن صدای من برقوار از زمین بر می خیزد و با تمام آواز جانب حوله داد می زند. پدر، من زیا را یافتم. در بالای زردالو روز شده است. بیایید زده کشید. یادت بخیر دوران کودکی. میدانی حولی خالی و خالی، ای دادری من در چی خیالی، در چی خیالی. در کنجی حولی حیران و مستر با بچگی ها روی مالی مادر، روی مالی مادر. با بچگی ها روی مالی مادر، روی مالی مادر. زردال و گل کرد در باغی دادا، زردال و گل کرد در باغی دادا. سوخت من و تو از داغی دادا، سوخت من و تو از داغی دادا. که امروز پشتم زمین است، حالا که امروز پشتم زمین است. دست مرا گیر قسمت همین است، دست مرا گیر قسمت همین است. خالی است امروز میدان گشتی، داغی جدایی ما را تو کشتی، ما را تو کشتی. داغی جدایی ما را تو کشتی، ما را تو کشتی. خالی است امروز میدان